هر کسی که حجامه میکنه در سنت پترزبورگ برای اونها یک ماشینکه پدرکه کرده میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سه سوال است که فقط سوال میکنن، مردم برای ما زنگ میزنن. این سه سوال از همتون خواهش نزد مفتیات برین، نزد قاضیات، یعنی در شهر مسکو در طرف مسجد پرسپک میره و در شهر تاجیکستان، شهر دوشنبه و در قرغان، در همه جا وفیرم که هست قاضیات. از هم خاطر سوالایی که بعضیش میگه شون خارج چیکار کنیم در حالتی که زن خود را با مرد بیگانه قبیدیم، چیکار کنیم؟ همین سوالا را نزد قاضیات برین، در با همراه قاضیات حل کنیم. یکم دیم یعنی که دیدیم قبل زن با دیگه که صحبت میکرد صورت عاریان، یعنی صورت های ادکریت صورت روی میکرد برای مرد بیگانه. دو سیم یعنی در حالت غضبناکیم جواب شد دادم، نعوذ بالله. همین حالت ها را جنگ جنجال شدیم جواب شد دادم، یا طلاق گفتم برای نابود شد بیزارم تو برای من حرام دیگه و دیگه. همین سوالاتان همشه نزد مفتیات و نزد قاضیات برین برادران عزیز سوال کنین. ما اوید به این کار نیستیم. شما ما را بگین که جین زده را چی کار کنیم یا اینکه حجامه را چگونه کنیم و چی دارو داره. همین سوالا را به قدر استطاعت جواب داده میتونیم. یه باقی مودش همش در دست الله و نزد قاضیات مفتیات، اونها حکم کار دارن. ما اوید به این کار نیستیم و علم کافی نداریم در هر یک سوال شما جواب بدیم. با اون خاطر دوستان عزیز و برادران عزیز، بسیاری خواهرها یعنی شکایت میکنن که شوهرامون وقتی که زنی دیوم گرفت نسبت ما عدل نمیکنه، با همراه ما معامله خوب نداره. یکم از اون خواهران مسلمان از اکثریتشون پرسان میکنم که خواهر مسلمان الحمدلله که بهترین انسان هستین که مسلمان هستین، شکرگزار باشین پروردگارا. تأمینتان میکنه، میخورن میپوشن، ها پیش هم بیوا میروه، اوسمیت خیلی میشه. یعنی ای اوسو آمد، تو آمدی گفتیش که مردک جان آمدی 2 روز یا 1 روز نیستی، با آغوش میگیری میگو ماشاءالله آیله دیمو چه خیل بود، آیا این گونه رفتار میکنی؟ میگن نه. وقتی که شنیدی که زن دیم گرفته چگونه شدی؟ میگه دیوانه شدیم که من چی کمبودی داشتم. در اینجا یگان کمبودی انسان نداره، بلکه شیطان رای خودش را بازی میکنه، رای خودش بازی میکنه. و بعضی حالت ها میشه که بعضی خواهران مسلمان در رول شیطان بازی میکنه و شیطان در حیرت میمونه از کینو کمپانی این خواهران مسلمان. یک سیرک نشون میده، یک کمدی گفت که با چه به مثل نعوذ بالله شیطان میکنه. الله سبحانه و تعالی هر یک ما و شما را از این گونه شخصیت ها نگه بداره. برای هر یک جوان زنگیر برایشان زنهای صالحه نصیب گردانه. یعنی او خواهر زن دیم شد، از خوشبختی زن دیم نشد که از مجبوری، از تنگی زندگی و دیگه و دیگه و دیگه. او را میخواه که زن یکم باشه که در طور سرش یکم که چهارمغ نشکنه. اما الله سبحانه و تعالی هر چیزی که بخواه همان میشه. هر یک کار به حکمت الهی است. یعنی برای خواهران مسلمانی که شوهراشون زن میگیرن ماشاءالله یگان کمبودی نداره، بهترین انسان هستین اگر که با طاعت عبادت الله باشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الدنیا متاع، دنیا به مثل یک توشه است و خیر متاع الدنیا هی زوجة صالحه. دنیا به مثل یک متاع است، بهترین چیز این متاع دنیا این زنی پاک دامن است، زنی صالحه است، زنی است که با طاعت عبادت الله است، زنی است که اطاعت شوهر میکنه، زنی است که شبها تهجد میخونه، زنی است که با تلاوت قرآن روز میگذرانه، زنی است که از ذکر یاد عبادت الله غافل نیست. اون گونه شخصیت ها اگر خواهران مسلمان ما باشه، اگر شوهرش 10 تا هم زن بگیره پروانه داره، میگه که رزق جانب الله. الله فرموده است که فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله فرموده است که در نکاح خود بدرارین 2 تا 3 تا و 4 تا. یعنی اگر که زن که گرفتن خواهران مسلمان برای شوهر تا میگه که من بعد که
شما زن گرفتین چیکار کنین؟ عدل کنین و ما خواهران مسلمان صبر کنین و این بهتر میشه. اگر که هر یک خواهر مسلمان همین گونه اگر رفتار کنه هیچگاه بینشون یگان تفریقه نمیشه. یعنی مطلب شیطان چیست؟ ما یفرقون به بین المرء و زوجه. یعنی مطلب شیطان همین است که تفریقه انداختن بین زن شوهر، جداگی تا اینکه کودک‌ها یتیم مانند، زنک به شوهر مانه، مرد به زن مانه، تا اینکه دست به زنا بزنن، ولد زنا به دنیا بیاد، دیگه و دیگه و دیگه و دیگه. از همون خاطر از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که این گونه شخصیت ها هیچگاه جدا نشوند و شیطان رول خودش را بازی نکنه. الله سبحانه و تعالی هر یک کدیم و شما را هدایت کنه. وقتی که بشنون خواهران مسلمان که شوهرشون زن گرفت باید چیکار کنن؟ با صبر باشن. الله سبحانه و تعالی صبر براشون عطا فرمایه. وقتی که از شنیدی گو که الحمدلله که شوهر ما یک سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بین فتنه زمان زنده کرد. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث الله اعلم میگه همون امتیم که سنت مرا زنده کنه روز قیامت با همراه ما میخیزه در بین فساد. یعنی این حال فساد است. یعنی خواهران مسلمان خودشون اگر ماشاءالله بگن که مردک جان میتونه که یک زن یا ازدواج کنه که چقدر خواهران مسلمان بیوه موندگیان و ما نمیخوایم که اونها دست به زنا بزنن، نورن علی نور میشه. اما متاسفانه هر یک انسان فکر خودش میکنه ما چی کمبودی داریم، کبر و غرور نمیمونه. اگر در قلب انسان کبر و غرور باشه و داخل جنت نمیشه. با خاطر حرکت کنیم، کبر و غرور از دل دور بکنیم. اگر خواهر مسلمان که شنید که شوهرش زن گرفت باید که ماشاءالله مردک جان آمدی، ماشاءالله بدرو برای زن تا بگی بیا یک جای بشینیم طعام بخوریم و معامله خوب و رفتار خوب، ماشاءالله عالم نور میگرده. اما وقتی که میشنوه خودش به مثل نعوذ بالله دیوانه میکنه، پریستو پو آی دولینی و نیروی و وای دیگه وای داد که ما چی کمدی داشتم. ایس شیطان ها وسواسشون میکنن، ایس انسان های بدبختی که هستن خچان بیوان بدبخت ها با حرکت میکنن که جنگ بدازن تا اینکه این خواهر مسلمان هم بیوه شوند. حرکت کنین در فریب اونها نرین، حرکت کنین با طاعت عبادتی الله باشین. الله سبحانه و تعالی هر یک کدیم ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرمایه. حرکت کنین شوهرتون خطا زن بتین، زنی صالحه بکوین، زنی پاک دامن. اگر که زنی صالحه باشه، زنی باشه که با طاعت عبادت الله باشه، وقتی که شوهرش اگر زن گرفت میگه ماشاءالله بارک الله گرفت الحمدلله، یگان مشکلی نداره. اما که انسانی که با طاعت عبادت الله نیست، از یاد عبادت الله دور است، میشنوه بعد انا جنگ جنجال او در کوشا سود کشک میکنه و من جدا میشم، دوای من جدا که من طلاق ما بده، من چی کم دیدو شما پیدا میکنم آدمی که اتده زور اتده بهتره. لا حول ولا قوة الا بالله. و 4 کودک ترکی میگیره. الله بترسین. 4 کودک تگوت که باب به پدر خیلی کلام میشوند. البته الله سبحانه و تعالی نهار کلام میکنه که حرکت کنین در فریب شیطان نروین. الله سبحانه و تعالی برای هر یک آدمی ما و شما زنهای صالحه را نصیب بگردانه که با طاعت عبادت الله باشین تا اینکه ایمان کامل باشه. و خواهران مسلمان ما را الله سبحانه و تعالی توفیق بندگی عطا بفرمایه. همیشه با دعا باشین، در حق ما دعا را فراموش مکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.